آیا میخواهی قلب سالم داشته باشی؟ علامه ابن قیم جوزی نشانه قلب سالم را بیان کرده، میگن و من علامات صحته انه اذا فاته ورده وجد تألما اعظم من تألم الحریص على فقد ماله. از نشانه های قلب سالم این است که چون وردش از دست رود، یعنی وظیفه داشت که هر روز مقدار معین قرآن خواند یا وقتی معین به ذکر مشغول شود یا نماز نفل خواند چند رکعته، یک ورد معینی همه روزه داشت یا روز و یا شب، وقتی وردش از دست رود انجام داده نتواند، چنان غمگین می شود که از غمگینی شخص حریص بخیل که مالش را از دست می دهد، از غمگینی او دیده بیشتر غمگین می شود. پس وقتی که شخص از دست رفتن طاعت، نماز جماعت، ورد محزون شود، این نشانه بر آن است که قلبش سالم است، قلبش پر از نور ایمان است.